بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنه یکی از خاطرات خودش رو تعریف میکند و میگوید که رسول الله صلی الله علیه وسلم مرا بر بیت المال گماشت و به من دستور داد که نگهبانی بدم در بیت المال. میگوید یک شبی مشغول نگهبانی بودم در بیت المال، دیدم که یکی وارد شد و شروع کرد که آذوقه هایی رو، گندم هایی رو که در اونجا بود جمع میکرد برای خودش. دوست شب اومد و نهایتا میگه دستش رو گرفتم و گفتم که امشب تو را ویلت نمی کنم، میبرمت پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم. میگوید که صبح روز بعدش وقتی که پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم رفت، حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه، ایشان پرسیدم که ابو هریره اسیر دیشبی رو چه کار کردی؟ یعنی این که رسول الله صلی الله علیه وسلم از جانب وحی خبردار شده بودن. گفتند که یا رسول الله اومده بود و میخواست از بیت المال چیزی برداره و گریه کرد و گفت من نیاز داشتم و فلانه و منم ولش کردم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود که به دروغ گفته، بازم میاد. نهایتا این که حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه در شب سوم مچش را گرفت، گفت که رهایت نمی کنم و تو را حتما میبرم پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم. اون فرد به حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه گفت که منو رهایم بکن، من به تو یک چیزی رو آموزش میدم، یک دعایی رو، یک وردی رو من به تو آموزش میدم که برایت خیلی مفید هست. در روایت اومده که به ابو هریره گفت که اذا اویت اذا فراشک فقرأ آیت الکرسی، شب وقتی که به بستر رفتی آیت الکرسی رو بخوان. گفت که شب وقتی که میخوای بخوابی آیت الکرسی رو بخوان. لن یزال علیک من الله حافظ ولا یقربک شیطان حتی تصبح. اگر شب قبل از خواب آیت الکرسی رو بخوانی، اون شب تا صبحش از جانب الله بر تو نگهبانی گماشته می شود، یعنی فرشته ای از تو حفاظت می کند و تا صبح هیچ شیطانی نمی تواند که به تو نزدیک بشود، یعنی از شر شیاطین در امان می مانی. رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت که صدقک و هو کذوب، بهت راست گفته منتها دروغگو هست. یعنی این که این دروغگو به تو راست گفته، این حرفش راست هست. و رسول الله صلی الله علیه وسلم تأیید کرده، یعنی این که هر کسی شبانه قبل از خواب آیت الکرسی را بخواند، الله متعال او را از شر شیاطین حفاظت می کند. تا صبحش فرشتگان از او حفاظت می کنند و هیچ شیطانی نمی تواند که به او نزدیک می شود. امیدوار هستم که ما انشالله با خواندن و تلاوت آیت الکرسی همیشه و در همه جا از شر شیاطین و جنها انشالله محفوظ بمانیم. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.